سال آخری که عزیزمان پرسیدن گفتن شما به مخالفین ملحدین و شیعیان وقت کافی میدید، حرفای اونا رو میگذارید بزنن، بعد از اون شما با به اصطلاح صبر و حوصله اونها رو وقت بهشون میدید که صحبت بکنن. میگه که ما مخالفیم و خوشمون نمیاد از اینجا. ببینید دوستان عزیز، ما اهل حق هستیم، حق با ماست. کسی که حق با اوست از هیچ کس نمیترسه. اونها به ما اجازه نمیدن در شبکه‌هاشون، در کانالاشون، در برنامه‌هاشون شرکت بکنیم. یک از این ملحدینی که خیلی ادعا داره و سر و صدای زیادم داره، یک برنامه زنده شو داشتم نگاه میکردم، تا یک مسلمانی میاد یک سوال بکنه با فوش و با بیادبی و خلاصه صداش خفه میکنن و نمیگذارن صحبت بکنه، اما طرفداران خودشون باشه حتی خارج از موضوع میشینه هرچی دریوری از دلش دهنش میاد میگه، بهبه و چهچه میکنن براش. اونا چرا اجازه نمیدن که ما صحبت بکنیم؟ چون میترسن. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق که آمد باطل نابود میشه، چون که باطل اصلا نابود است، نابود شدنی است. به خاطر همین ما نمیترسیم، میایم بهشون وقت میدیم، صحبت میکنن، با دلیل با برهان جوابشون رو میدیم. هدف این نیست که والا ما بشینیم توهین‌ها و اهانت‌های اونها رو بشنویم. هدف ما این است، گاهی اوقات من میگم که چرا ما به آخوندا، به شاگردان آخوندا وقت میدیم که صحبت بکنن. حالا مثلا به علی شریفی 1.5 ساعت وقت دادیم که دروغ و هرچی خزعبلاتی که بود به خورد مردم داد. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که هزاران نفر توسط اون مناظره هدایت شدن. دوست عزیزم میگن که حتی یک نفرم از اونها نیومدن کلمه بگن. ما به اصطلاح احصایه رسمی که ما داریم، کسانی که تماس گرفتن چه از تلفن مستقیم برنامه، چه از طریق واتساپ، چه از طریق پیامگیر شبکه، چه از طریق ایمیل و پیامک، بیش از 70,000 نفرن کسایی که اعلان هدایت کردن و صدها هزار نفر کسانی هستن که نه تماس گرفتن نه پیام فرستادن، هدایت شدن. اینایی که پیام گذاشتن با صدای خودشون که بابا شهادتین میخونن، میگن ما هدایت شدیم. این به فضل الله سبحانه و تعالی است و بعد از اون به خاطر صبر و بردباری و این بحث ها و گفتگوهایی که از اون طریق بیننده آگاه شده، بیدار شده که اینها آخوندها حرفی برای گفتن ندارن و سالها مردم رو فریب دادن. یک جوانی بود، دانشجوی کامپیوتر بود، سال دوم در دانشگاه تهران. میگه من باش تقریبا روز دومی که اومده بود مدینه، باش در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات داشتم. میگه من همین که رسیدیم مدینه در هتل، آخوند ما رو جمع کرد در همون رسپشن هتل، به ما گفت که ببینید چند مسئله است بهتون میگم. اولا که با سنی‌ها در اینجا بحث و گفتگو نکنید، به حرفشون گوش ندید، ازشون کتاب نگیرید و باشون اصلا حرف نزنید. در کنار من باشید، هر جایی که رفتیم با هم میریم و با هم مییم. میگه این به من برخورد، این حرف این آخوند. با من یک باسواد دانشجو دانشگاه هم تو به من میگی کتاب نخونم، کتاب نگیرم، یعنی چی؟ خدا به من سواد داده، عقل داده، منطق داده، من کتاب نخونم؟ میگه خلاصه رفتیم تو اتاقامون و کیفامون رو گذاشتیم در اتاق و جابجا شدیم و اینا. بعد میگه بلند شدم از اتاق، زدم بیرون، رفتم تو حرم پیامبر، خاص به خاطر این که یک کتاب اهل سنت پیدا بکنم که بخونم، به خاطر این حرف آخوند. خلاصه در اونجا کتابی سوالاتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد، کتابی است، میتونید از اینترنت سرچ بکنید پیدا بکنید. دوستان اگر این کتاب رو بتونن لینکش رو بگذارن در کامنت ها. میگه این کتاب رو پیدا کردم
بعد از اون میگه گفتم که در مورد عقیده اهل سنت یک کتابی باید پیدا بکنم. گشتم خلاصه کتاب توحید پیدا کردم. هی به ما میگفتن که این سنیات ایداد از توحید میزنن، با اینا بحث نکنید، فلان نکنید. این کتاب توحید رو که پیدا کردم گفتم این کتاب دیگه من الان باید بدونم که این اهل سنت چه اعتقادی دارن، توحید یعنی چی. خلاص این 2 تا کتاب رو میگرفتم، رفتم تو اتاق، دیگه خوابم نبرد، تا صبح نشستم این 2 تا کتاب رو خوندم. کتاب توحید رو میگه تا آخرین صفحش که خوندم، بعد از اون فهمیدم که چرا آخوندا این همه میترسن که ما با اهل سنت حرف بزنیم، باشون بحث بکنیم یا کتاباشون رو بخونیم. بعد ایشون الحمدلله هدایت شد، بعد یک دوستش هدایت شد و بعداً یک کتابی بسیار زیبایی در رد اعتقادات شیعه نوشتن و الحمدلله یعنی شاید مبالغه نباشه که یکی از قوی ترین کتاب هایی که با منطق عقلانی جواب میداد به شبهات شیعه و به خرافاتی که در مذهب شیعه است. خب الان شما میگید که نه هیچ کس هدایت نشده. هزاران نفر، صدها هزار نفر هدایت شدن توسط همین برنامه ها، توسط همین کتاب ها، توسط همین سایت ها، توسط همین اساتید و برنامه سازایی که در این کانال های توحیدی بودن و این به فضل الله سبحانه و تعالی اولا و اخیرا هست.